عجیبه. چرا اینجا اینقدر ساکته؟ معمولا اینجا پر سر صدا بود. پدرام کجاست؟ پدرام کجایی؟ میخوام حرف مهمی بهت بزنم. کدوم گوری قایم شدی؟ پدرام کجایی؟ میخوام حرف مهمی بهت بزنم. کجایی؟ من یادم نبود پدرام با یکی دیگه از دوستای جدیدش رفته بیرون. برم دنبالش. A few moments later. خب بن یه ذره از خودت بگو دیگه، چه خبر؟ من چی بگم؟ تو که همه چی رو راجع به من میدونی. در هر صورت هنوز از آمیتریکس استفاده میکنی؟ نه زیاد. توی ایران کاربردی نداره. پس تا اینجا بودی. اه اه دوست تو بنتنه؟ چرا به من نگفتی؟ دیگه حالا ببخشید وقت نشد بهت بگم. بن این دوست من کریمه. من یکی از طرفدارای شما هستم. در حال دوستای پدرام هم دوستای من حساب میشن. منم از آشنایی با تو خوشبختم. بن اینو ول کن. از گوئن چه خبر؟ به تو چه؟ پدرام تو به دخترمو این چی کار داری؟ هیچی، فقط خواستم حالش رو بپرسم. ولی ما از بچگی با هم همسایه بودیم و تو رابطه بودیم. حالا بچه زیاد تو آشتی نریم. نظر تو چیه فردا بریم رستوران آقای خرچنگ غذا بخوریم؟ اونجا هم حرف بزنیم راجع به این موضوعات. چه ایده خوبی کریم. من با این ایده موافقم. بن اگه تو هم میای گوهنم با خودت بیار که این راجع به این موضوعات هم بیشتر حرف بزنیم. اونم خوب نظر میده. باشه، ما هم فردا میایم رستوران آقای خرچنگ. فقط پاتو از گلیمت درازتر نکن. ای والا خوب شد. پس فردا همگی رستوران آقای خرچنگ مهمونی من، یادتون نره. Tomorrow. ببین رفتیم رستوران حرف الکی نمیزنی ها. باشه بابا 100 بار گفتی، اینم به اون 100 تا شرطت اضافه میکنم. فقط جان هر کی دوست داری بیا بریم، من کار دارم. خب گوه خانم دیگه چه خبر؟ از خودت بگو. آم، کریم بس کن الان وقتش نیست. وقت چی؟ اینو ولش کن، یه حرفی زد. اویلگش چه خبر؟ بعد از آخرین جنگمون دیگه تصمیم گرفتیم صلح کنیم. آخه میدونی جنگامون دیگه تکراری شده بود. آره واقعا چشم بازار رو کور کردین با این صلح کردنتون. شماها باور نکنید اینا هر روز دعوا میکنن میزنن تو سر هم دیگه. من دیگه انقدر دیوونه شدم که اومدم پیش پدرام. چی؟ گوه گن زدی، باید قضیه رو بهش بگی یعنی عصبانی میشه. چه قضیه ای؟ میگید یا تبدیل شم؟ راست میگه پدرام، چه قضیه ای؟ بگو ببینی چیو پنهان میکنی؟ گوه تو اول قضیه رو میگی یا من بگم؟ کدوممون اول بگیم؟ اول من میگم. اوه داستان داره جالب میشه. بن ما چون مدرسه همون با هم یکی بود از قبل هم دیگه دوست بودیم. بعدش هم که شرایط چون مهیا بود دوستیمون تقویت شد و در حال حاضرم که میبینی دیگه. آقا معلم رفت، بیا وسط. خب سر کلاس منم توی درس عاشقی، تو کویر سینه امای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی. What؟ چی شد؟ بعدم این فقط تو همون مدرسه بود. چرا مدرسه‌تون مختلط بود؟ دیگه اون مدرسه استثنایی بود و تو همون منطقه فقط بود و از شانس من و گوهن ما دوتا تو یه کلاس افتاده بودیم. یه بقیه جو خود تصور کن. پیجام چرا به من نگفتی بیام تو اون مدرسه؟ ها؟ چرا نامرد؟ دیگه بدتر. گوهن پاشو بریم خونه. اه، بن ما که کار اشتباهی نکردیم، چرا میخوایم بریم؟ چی کار کردیم مگه؟ دوستیم ما. پاشو بریم خونه. 12 o'clock midnight. گوهن تو که اینجوری با پدرام دوست بودی چرا همون اولش نیومدی سراغ من ها؟ چرا؟ چی بگم؟
ما اون موقع مدرسه هامون یکی بود و کنار هم میشستیم. اون موقع من نیاز به یه دوست داشتم چون تو و ویلگکس یک سر با هم دعوا میکردین. منم اذیت میشدم و پدرام یه دوست خوب برای من بود، فقط همین. دیگه بدتر. برو توی اتاقت و به کارهای بدت فکر کن.